و اما آخرین ویدیوی سلسله خانات کلات. منابعی که ما داخل این ویدیو و ساختن این 3 قسمت ازشون استفاده کردیم رو میتونید داخل تصویر مشاهده بکنید. اما خب داخل ویدیو قبل گفتیم که مهراب خان از ائتلاف شاه شجاع افغان و انگلیسی ها شکست میخوره و حکومت به دست انگلیسی ها میفته. در رابطه با شاه شجاع ما میتونیم بگیم که شاه شجاع شاه افغانستان بوده از سال 1803 تا 1809 میلادی، اما شکست میخوره و حکومت از دستش خارج میشه. نهایتا هم طبق اون چیزی که داخل ویدیو قبل گفتیم در سال 1839 میلادی با انگلیسی ها متحد میشه و دوباره حکومت افغانستان رو به دست میگیره. اما بعد از اینکه مهراب خان از ائتلاف انگلیسی ها و شاه شجاع افغان شکست میخوره، کلات به دست انگلیسی ها میفته. انگلیسی ها هم شهنواز خان رو که خانی دست نشانده به حساب می اومد به حکومت کلات منصوب میکنن. اما اداره شهر در واقع به عهده صاحب منصب انگلیسی یعنی لیفتنت لوده قرار میگیره در این زمان. اما بعد از اینکه شهنواز خان به عنوان خان کلات انتخاب میشه، انگلیسی ها در اولین فرصت شهرهای کویته و مستونگ رو از بلوچستان جدا میکنن و به افغانستان اضافه میکنن. اما دلیل این کار چی بوده؟ بیشتر میشه گفت که نفوذ انگلیس داخل افغانستان و نفوذش بر روی شاه شجاع بیشتر از بلوچستان و صاحب منصب‌های بلوچ بوده. انگلیس در واقع بعداً سعی میکنه که نفوذ خودش رو داخل بلوچستان به صورت تدریجی زیاد بکنه، اما تو این زمان یعنی سال 1839 میلادی چندان نفوذ و قدرتی داخل بلوچ ها نداشته، چرا که بلوچ ها خب خیلی کمتر با غریبه ها اخت می شدن و کمتر با اونها وارد عهد و پیمان می شدن. یعنی هر چقدر که با همدیگه بد بودن و با همدیگه اختلاف داشتن، باز هم در مقابل غریبه ها نسبت به خودشون بیشتر سختگیری نشون میدادن. اما همونطور که قبلا هم گفتیم، مهراب خان آدمی بود که از سر و سر نظامی سر در می آورد و به تاکتیک های نظامی آگاهی کامل داشت. به همین دلیلی که مهراب خان در حقیقت قبل از این که انگلیسی ها به کلات حمله بکنن از حمله اونها خبردار میشه و پسرش میرحسن خان رو به نوشکی نزد قبیله منگل میفرسته تا همراه با یه لشکر برای کمک به مهراب خان به کلات برگردن. مهراب خان همچنین برای این که تأثیر پسرش در قبایل بلوچ بیشتر بشه به اون لقب نصیر خان میده، چرا که میر نصیر خان نوری از محبوبیت زیادی داخل بلوچستان برخوردار بوده و این به میرحسن خان کمک میکرده که راحت‌تر بتونه بلوچ ها رو با خودش همراه بکنه. اما متاسفانه همه چیز اونطور که مهراب خان پیش بینی کرده بود پیش نمیره و قبل از اینکه نصیر خان با نیروهای کمکی به کلات برسه، مهراب خان کشته میشه. نصیر خان هم زمانی که به کلات میرسه خبر کشته شدن پدرش رو دریافت میکنه و همچنین متوجه میشه که با این نیروهای کم نمیتونه علیه انگلیسی ها کاری از پیش ببره. تصمیم میگیره برای همراه کردن سایر قبایل و ایلها بیشتر تلاش بکنه. نهایتاً به وسیله نصیر خان جنبشی ضد انگلیسی داخل سرتاسر قلمرو بلوچستان شکل میگیره که کم کم سایر قبایل هم به این جنبش اضافه میشن. نصیر خان نهایتاً با لشکری متشکل از نوشیروانی خاران و منگل های نوشکی به مستونگ میاد و در اونجا منتظر رسیدن سایر نیروهای کمکی میشه. بعد از رسیدن نیروهای سایر قبایل، نصیر خان با لشکری که عده‌اش به 4000 نفر میرسید به کلات حمله میکنه و بعد از یک درگیری سخت شهنواز خان رو شکست میده و قدرت رو در کلات به دست میگیره. در نتیجه این قیام نماینده بریتانیا در بلوچستان هم کشته میشه و دولت انگلیسی هند مجبور میشه که نصیر خان رو به عنوان حاکم جدید کلات به رسمیت بشناسه. در واقع بریتانیا در این زمان به دنبال جنگ و درگیری در کلات نبوده و بیشتر سعی میکرده با مذاکره به سری امتیازاتی رو بگیره تا زمانی که وقتش برسه و بخواد به صورت نظامی به بلوچستان حمله بکنه. به همین دلیل بعد از اینکه نصیر خان به مقام خانی میرسه، انگلیسی ها یک نفر رو به نام کلونل استاسی برای مذاکره با نصیر خان دوم به کلات میفرستن. در پایان مذاکرات یک معاهده دوستانه بین انگلیسی ها و خان کلات شکل میگیره که نهایت انگلیسی ها نیروهای خودشون رو از کلات بیرون میکنن.
در واقع میشه گفت نصیرخان دوم آخرین امید سلسله خانات کلات به حساب میاد، چرا که در زمان حکومت اون علیرغم نامنظمی هایی که در حکومت کلات و بلوچستان وجود داشته، اما انگلیس آنچنان نفوذی در منطقه هنوز نداشته و نیروهای نظامی خودش رو هم داخل منطقه بلوچستان مستقر نکرده بود تا اون موقع. میرنصیرخان دوم اما پس از اینکه به مقام خانی دست پیدا میکنه، وزارت کلات رو به رحیمداد خان میسپره که از طبقه خانزادهای دربار بوده. به دلیل این انتصاب میرنصیرخان با سرداران بلوچ دچار مشکل میشه. دوباره ما شاهد دسیسه‌های سرداران و مقامات دربار علیه هم هستیم. در مابین تمامی اتفاقاتی که در دوران حکومتی نصیرخان دوم به چشم میخوره، میتونیم همچنین این مورد رو هم ذکر کنیم که سند در سال 1843 میلادی به نظام حکومتی انگلیس واگذار میشه. همچنین در سال 1850 میلادی انگلیسی‌ها مجدداً علاقمند میشن که در امور بلوچستان دخالت بکنن. انگلیسی‌ها در اون زمان در شهر جیکوب آباد ایالت سند مستقر میشدن و از اونجا با سرداران بلوچ ارتباط میگرفتن. همچنین در این زمان نصیرخان دوم مشغول تجهیز و مجهز کردن ارتش خودش بوده که انگلیسی‌ها از این موضوع نه تنها خوششون نمیومده، بلکه سعی میکنن با تحریک سردارها به اونها اینطور بقبولونن که هدف نصیرخان از تجهیز ارتش مقابله و سرکوب سردارهای بلوچه تا از این طریق سردارها رو در روبروی خان قرار بدن. اما نهایتاً 4 سال بعد نصیرخان طبق درخواست انگلیسی‌ها برای بستن معاهده جدید به جیکوب آباد ایالت سند میره. تعهداتی که طبق این معاهده خان کلات پذیرفته بود عبارتند از پذیرفتن قدرت برتر انگلیسی‌ها و اینکه خان کلات بدون اطلاع و موافقت انگلیسی‌ها با هیچ حکومت خارجی نمیتونه رابطه و مکاتبه داشته باشه. و همینطور خان طبق این معاهده میپذیرفت که انگلیسی‌ها اجازه دارند در هر نقطه از محدوده حکومتی کلات قرارگاه نظامی مستقر کنند. در عوض این امتیازات انگلیسی‌ها هم متعهد می‌شدند سالانه 50,000 روپیه به عنوان حقوق به خان بدن. اما هر چیزی که هست بالاخره میتونیم بگیم که شرایط اون زمان طوری نبوده که نصیرخان بخواد جلوی انگلیسی‌ها وایسه و دولت بریتانیا رو به مبارزه طلبی دعوت کنه. و در واقع میتونیم بگیم که نصیرخان دوم علیرغم میل خودش که در پی تشکیل دولت مستقلی از انگلیس بود، به علت سیاست‌های انگلیسی‌ها و اینکه سردارهای قبایل رو با خودشون همدست کرده بودن و سردارها میرنصیرخان دوم رو در برابر انگلیس تنها گذاشته بودن، مجبور میشه که مداخله انگلیسی‌ها رو داخل بلوچستان قبول بکنه و تن به همچین معاهده‌ای بده، تا اینکه 2 سال بعد از بسته شدن این قرارداد نهایتاً در سال 1856 میلادی نماینده سیاسی انگلیس میجر هنری گرین در دربار نصیرخان هم مستقر میشه. در رابطه با حکومت نصیرخان هم میتونیم بگیم که اون مجموعاً 14-15 سال حکومت میکنه و هرچند که در اکثریت طول حکومت خودش سعی داشته که نفوذ انگلیس رو داخل کلات و بلوچستان محدود بکنه، اما نهایتاً در 3 سال آخر دوران حکومت خودش انگلیس میتونه نفوذ مستقیم خودش رو در امور خانشین به طور بی سابقه نسبت به قبل زیاد بکنه. و در رابطه با نحوه کشته شدن میرنصیرخان هم برخی معتقدند که اون رو با زهر میکشه. اما بعد از مرگ میرنصیرخان دوم، خدادادخان برادر نصیرخان به مقام خانی کلات میرسه. در واقع دوره میر خدادادخان دوره شورش هاست و در دوره حکومتی ایشون 7 شورش بزرگ و چندین شورش جزئی رو شاهدش هستیم. خدادادخان هم در واقع بلافاصله بعد از اینکه به مقام خانی میرسه شروع میکنه به سرکوب سرداران، چرا که خدادادخان به سردارها اعتماد نداشته و از دوره حکومتی برادر خودش درس‌های زیادی رو گرفته بود. به همین دلیل خدادادخان پست‌های حساس لشکری و کشوری رو به افراد وابسته به خودش واگذار میکنه. همین موضوع باعث میشه بعد از چند روز کشمکش و تبلیغات سو از طرف انگلیسی‌ها، گروهی از سرداران به ملاقات خان مواردی رو به عنوان خواسته‌های خودشون ذکر بکنن. اونها 4 مورد رو به خان اعلام میکنن. یکی اینکه روش حکومت باید بر مبنای آیین کشورداری نصیرخان اول باشه. 2.
طرح ایجاد ارتش مستقل باید که لم یکن اعلام بشه. 3. اختیار انتخاب وزیر در دست سردارها باشه. و 4. هم در معادلات مدنی لشکری حکومت از رأی و نظر سرداران باید استفاده بکنه. علاوه بر این سردارها از انگلیس هم میخوان که به خان کلات فشار بیارن تا خان کلات مجبور بشه به مطالبات اونها گوش بده. نهایتا اتحاد سردارها و انگلیس و همچنین تفرقه افکنی انگلیس بین سردارها و خان منجر میشه که نهایتا در سال 1858 میلادی خان امتیازاتی رو به سردارها واگذار بکنه. اما انگلیس از همکاری بی‌قید و شرط خداداد خان مایوس میشه و همچنین متوجه میشه که تا زمان که خداداد خان به عنوان خان کلات مشغول به فعالیته، منافع اونها داخل بلوچستان به طور کامل تضمین نمیشه و اونها باید شخص دیگه ای رو که دست نشانده اونهاست به مقام خانی برسونه. بعد از تجربه شکستی که انگلیسی ها در زمینه به قدرت رسیدن شهنواز خان داشتن، این بار هم سعی میکنن شیردل خان رو به جای خداداد خان به مقام خانی کلات برسونن. به همین دلیل انگلیس توطئه‌ای رو علیه خداداد خان انجام میده و سعی میکنه اون رو به قتل برسونه. نهایتاً خداداد خان زخمی میشه و برای مدتی مجبور میشه که در بستر بمونه. انگلیسی ها هم علیرغم اینکه نتونستن خداداد خان رو به قتل برسونن، اما از این زخمی شدن خداداد خان استفاده میکنن و شیردل خان رو به مقام خانی کلات میرسونن. اما شیردل خان نهایتاً توسط یکی از فرماندهانش کشته میشه و خداداد خان دوباره در سال 1864 میلادی موفق میشه حکومت کلات رو دوباره به دست بگیره. اما بعد از اینکه خداداد خان دوباره به قدرت میرسه، اختلاف و شورش ها بین سردارها و خان دوباره شروع میشه. سردارهای زیادی علیه خان شورش میکنن، این شورش ها سرکوب میشن و اختلافات با گذشت زمان بیشتر و بیشتر میشه. مابین تمامی اتفاقات نهایتاً در سال 1869 میلادی هم کلونل هاریسون به عنوان نماینده دولت هند به کلات اعزام میشه. همچنین گلد اسمیت در رابطه با رخدادهای اون زمان کلات و سیاست انگلیس در کلات اینطور میگه که مقارن حکومت خداداد خان در کلات دو گروه یا جناح فعال بودن. یکی از اونها حامی استبداد و حکومت مطلقه بود و دیگری تا حدودی دیدگاه‌های جمهوری خواهانه داشت. برای همین انگلیس از حامیان حکومت مطلقه حمایت میکرد و اونها رو پشتیبانی مینمود، چرا که این نوع حکومت با اهداف و منافع انگلیس همخوانی بیشتری داشت. اما بعد از کلونل هاریسون، میجر سندمن به عنوان نماینده بریتانیا داخل بلوچستان حاضر میشه. سندمن موفق میشه در 13 جولای 1876 معاهده ای رو برای رفع اختلافات بین سرداران شورشی و خان به امضا برسونه. همچنین پایگاه دائمی از نیروهای انگلیسی در کلات مستقر میشد. تنها داور مطلق میان خان و سردارها در اختلافات انگلیسی ها بودند. در عوض هم انگلیسی ها متحد می شدن 100,000 روپیه رو به خان پرداخت کنن به صورت سالانه و میشه گفت که دیگه تقریبا کم کم همینطور که داریم پیش میریم بیشتر به مستعمره شدن بلوچستان نزدیک میشیم و با گذر زمان همینطور بلوچستان از استقلالش داره کم میشه و دخالت خارجی ها در امور داخلی اون داره بیشتر میشه. اما نهایتا بعد از منعقد شدن تمامی این قراردادها، خان در اول ژانویه 1877 میلادی به دهلی میره تا با ادوارد هشتم پادشاه انگلستان ملاقات کنه. جریان این سفر رو گلخان نصیر به نقل از زندگی نامه سندمن اینطور میگه که در این مراسم پرچم‌های حکومت انگلیسی هند رو بین تمامی شاهزاده‌ها و خوانین و حکام منطقه هندوستان تقسیم کردن، ولی به خان کلات از این پرچم‌ها ندادن. هنگامی که خان علت رو جویا میشه، از طرف دولت هند به اون اطلاع داده میشه اون دسته از حکامی که به اونها پرچم داده شده بخشی از دولت انگلیس هستن
اما شما به عنوان خانه کلات تابع و نماینده بریتانیا نیستید، بلکه به عنوان متحد انگلیس در این جلسه حضور دارید. هرچند که انگلیس دخالتاش داخل حکومت بلوچستان بسیار زیاد بوده و میتونیم بگیم که تا حد غیر قابل پذیرشی اونها در سیاست‌ها و امور داخلی دخالت میکردن، اما باز هم دخالتشون اونقدر نبوده که داخل هندوستان نفوذ و قدرت داشتن. نهایتاً بعد از همکاری خیلی زیاد خداداد خان با انگلیسی ها و همچنین نفوذ انگلیسی ها داخل کلات که به عنوان یک شخص سوم همیشه بین سردارها و خان قضاوت می‌کردند، نهایتاً باعث میشه که انگلیسی‌ها به این فکر بیفتند که بلوچستان رو هم به عنوان یکی از ایالت‌های هند بریتانیایی در بیارن و دیگه به صورت رسمی این موضوع رو که بلوچستان جزئی از حکومت بریتانیایی هند محسوب میشه رو اعلام بکنن. همه اینها باعث میشه که در سال 1893 میلادی خان دستگیر بشه و اون رو وادار به استعفا بکنه. همچنین بعد از اینکه خان استعفا داد، پسرش محمود خان رو به مسند خانی مینشونه و خب از این بعد دیگه ما شاهد حکومت و یا خان مستقلی در بلوچستان نیستیم. هر کسی که میاد دست نشانده انگلیس و قدرتی از خودش نداره و کسی هم که بخواد کاری انجام بده اصلا انگلیس بهش اجازه نمیده که به قدرت برسه. اما خب بالاخره محمود خان که بعد از میر خداداد خان به مقام خانی میرسه، از سال 1893 تا سال 1931 اسماً به عنوان خان بلوچستان شناخته میشه و بعد از محمود خان هم از سال 1931 تا 1933 میلادی میر اعظم خان و از سال 1933 تا 1947 میلادی میر احمد یار خان آخرین حکام کلات بلوچستان شناخته میشن و بعد از میر احمد یار خان هم که نهایتاً ما تشکیل حکومت پاکستان و اتفاقاتی رو داریم که بعد از سلسله خانات کلات به وقوع میپیوندن. اما خب اگه بخوام یه خلاصه ای رو کلن از سلسله خانات کلات بگیم، میتونیم بگیم که قبل از اینکه این سلسله به قدرت برسه و دوران نصیرخان اول رو داشته باشیم، اتفاقات زیادی میفته تا اینکه نهایتاً کلات متحد بشه و زمینه‌های شکلی یک حکومت واحد درش به وجود بیاد. بعد از اتحاد کلات و مردم و قبایل داخل اون هم نصیرخان اول رو داریم که دوران اوج حکومت این سلسله است و بعد از نصیرخان هم اختلافات میان سردارها و خان شدت پیدا میکنه که با حضور انگلیس داخل منطقه این اختلافات روز به روز بیشتر میشه و نفوذ انگلیس هم داخل منطقه به مرور زمان بیشتر و بیشتر میشه که نهایتاً هم انگلیس قدرت رو از دست خان در میاره و قوانین آخری که داخل این سلسله مشاهده میشن چندان قدرت و اختیاری از خودشون نداشتن.